پرو کریمینالی عزیز، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال خودتون. همونطور که از تامنیل تایتل ویدیو فهمیدید، حساب نیکو رو تبر کردیم. نه شوخی میکنم، واقعا دستش درد نکنه. ایشون یه یوتیوبر هستن، اونم اینه خودم تازه کار، البته من از اون تازه کارتر. واقعا دستش درد نکنه، حسابشون رو بهم قرض دادن که من یه دوتا ویدیو باش بگیرم. یه بار واسه پرایمه که دوشنبه واسهتون اومد، یه بارم الان واسه این. واقعا دستشون درد نکنه. کانال یوتیوبشون هم اینجا حتما میاد، حتما برید یه سر بزنید. خیلی موضوعات خفنی داره. هر تقریبا میشه گفت هفته یه بار سنس میذاره، یعنی شما راحت هفته یک بار میتونید برید سنس مخصوص، بالاخره یه سنس پیدا کنید واسه گوشیتون عالی باشه. ویدیو سنس زیاد گذاشته، پنل واسه تون گذاشته، بعد ویدیو خرج کردنیش واقعا خفنه. حتما برید یه سر بزنید. دمش هم گرم. بازم میگم خیلی ممنون اینکه همچین حسابی رو داده. تقریبا که نه 100%. این بهترین حساب عمریه که من اومده دستم. واقعا دستش درد نکنه. اگر این ویدیو میبینه بازم میگم خیلی ممنون بابتش. خب ببینید ستاش زیاده، از ستا نمیخوام شروع کنم. اول همه میریم از لا، از اینجا بهتون چیزایی که داره رو نشون بدم. راستی لایک و کامنت و ساب فراموش نشه، واقعا به حمایتان نیاز دارم. لطفا شما که تا اینجا اومدید ساب کنید که بلکه من بتونم به درآمد برسم و براتون ویدیو خرج کردنی خیلی خفن بذارم. حتی پشیمونتون نمی کنم. لطفا ساب کنید، خیلی ممنون. خب بریم ادامه ویدیو. بویا پس که همه رو داره بجز این 4 تا. البته اونایی که مثلا چند تا بخش داره، خب همه رو داره دیگه. دمش گرم، هیچ کم و کسری نداره حساب. بعد این 3 تا اسکورپیون 10 تا داره، 5 تا از 12 تا این داره با نه اینا رو نگرفته هنوز، اینو گرفته با این 2 تا. خب یک کات ریز خورد، ببخشید. بویا پسام که نشون دادم اینجا متاسفانه 3 تا بولاک نداره. خب حالا بریم بخش 3 تا میفهمید واقعا هیچی کم و کسری نداره. حالا میبینید از بخش سلکتر بندیتو داره، بندیت نمونی، باقی چیزا رو متاسفانه نداره. اینجا این یخ گورگینه رو داره. اینو بزنم دانلود از الان. توی این بخش 3 تا داره، متاسفانه بعضی چیزا رو نداره ولی خب واقعا فوله. الان بریم جلوتر میبینید خیلی فوله. اما بخش آنجلیک ببینید جارو شده، نگاه، طلایی مردونه، طلایی زنونه، اسکارف طلایی، آبی مردونه، قرمز مردونه، قرمز زنونه، فول برزیلی. فقط پوما رو نداره با سبز، سفید هم نداره، وگرنه فوله. یخ برزیلی زردم که دار. حالا همه این ویدیو که گرفته توی کانال خودش هستش، حتما برید سر بزنید ببینید، خیلی خفن. توی این بخش فکر نکنم چیزی گرفته باشه. چرا گرفته این 2 تا، حتی فکرم رایگان هم بودم. اینم که رایگان بود. نه اینجا چیز زیادی نگرفته. اینجا اینو داره. بعد فانتوم داره، ولی خب فانتوم هایی که اینجا هستن فانتوم طلایی چرا زده نداره. فانتوم طلایی داره، اشتباه میکنه، داره. چون دیدم موقعی که داشتم ست میزدم دیدم اینو داره. از این بخش هم فکرم داره. این بخش پایل سفیدو داره، اینم داره. این جدیده، این ندیدم. این 2 تا رو داره. ست نداره متاسفانه. اما این موتور رو، این لوت باکس هم داره، یخ نیست. خب این تازه یه بخش بود. حالا هایپر بوک. خب از همین اول
رمپیج داره، اینو داره، فوله دیگه، مکسه. یه دونه اینجا اینو نداره زیاد اهمیتی نیست، اهمیتی نداره. گلکسی بوک هم داره، تا لول 3 رفته. اینا مال رمپیج بودش، این داستش، این چیزشه، یخش، اسکیبوردش. نه کاتانا رو ندادم. بذارید صدا رو یه ذره کم کنیم و خضیت نشید. دوه اوکی هم. اینم بذاریم 5. خب بریم توی آنلاپ بودیم، این روی لژندری آوتفیت. خدا رو شکر فوله، یعنی همه رو داره به جز اینو، پارادوکس و وینترلند، رمپیج، کوبرا، اینا رو فقط نداره. ولی خب واقعا اسکورپیون یکی از ستای مورد علاقه منه، واقعا خیلی قشنگه، به خصوص رنگ سردشو. من زردشو خیلی دوست دارم. اینا فول دیگه، فقط ستا دارن، افکت نداره. اگر دنسام حتی همه رو داره. آرام. خب بازم یه کات ریس خور، ستا آرام داره. اسکورپیون هم گفتیم، گلکسی هم داره، فقط قرمزش بازم خفنه، خیلی واقعا سخته. 160 توکن این میخواد، 100 تا توکن این میخواد. هر باکسش چند تا جمعه؟ هر باکسش 40 تا جمعه و تا 3 تا بده. یعنی ما یه دونه باکس بگیریم 40 تا، الان مثلا چرا 100 تا بخوایم بگیریم، 100 تا میگیریم. از این 100 تا هر کدومش 3 تا بده، 3 تا بده، که اونجا که ما البته من معلوم نمیدونم نیکو بد شانس هست یا نه، ولی من بگیرم همشو 3 تایی میده، همشو دیگه. مثلا 2 تا دونه 5 تایی هم میده. پس والا مثلا ما میگیریم مثلا این خوبه، تقریبا 200 تا میده. خب 2,600 3K در رسالی. خب با کارت تخفیف 2K میشه. بزنی واسه 2 تا دونه اسکینش خب نمیصرف، همین یه دونهش واقعا قشنگه، خوب کافی هم هست دیگه، نیازی نیست اصلا. دنساس افکت هم داره، هم افکت پرش داره، هم افکت میدکیت زدن. این تبدیل شوندش نه اینشه قشنگه. خب این تا اینجا، یعنی 3 ساعت فقط هیچیشو نشون دادم، واقعا دستش درد نکنه. من گفتم واقعا این بهترین اکانتی که اومدم. اما بریم تو بخش گان لولیاشو نشونتون بده. وودپکر مکس اگه اشتباه نکنم، بعد مکس گروزا لول 3، M10 لول 7، یه لول مونده که واقعا سخته اینش هم هست. MP40 نیستش، MP48 لول AN94ش لول 4، اسکین مشت مکس MP5ش لول 4. اینا همش این ویدیویه، اینو گروزا هستش، برید حتما ببینید، خیلی باحال بود، با جم کمی هم تقریبا. البته واسه مکس کردنش واسه مکس کردن همین گروزا شانسی آفر بودش، شانس آورد خوب بود، یه جوری تا لول 3 آورد. وودپکر هم مکس کرد، حتما برید سر بزنید. فاموس لولی مکس، UMPش لول 4، XM8 مکس، M10 دراگون مکس، MP40 کوبرا مکس، اسکار مکس، کلاش مکس. واقعا قشنگه. دنساشون هم گذاشته فکر کنم. آره این دنس اسکیمو، این دنس وودپکر لولیو خیلی دوست دارم، خیلی خفنه. این مال کدوم بود؟ این مال M8 لول است. اینم قشنگ. بیشتر از همه مال MP40 اصلا ابهت داره. MP40 و دراگون AK دراگ خیلی قشنگه، نگاه اصلا. این مال اسکا، اینم مال M10 واقعا خفه. اینم مال فاموس. به به.
دنس صندلی، دنس گل، این دنس XM8 فکر کنم. اینم دنس پرچم. اکانت از اون قدیمی هست، همون الان از الیتاش میفهمید ایناش. الیت قدیمی اینه، اینو داره. اینو نمیدونم کدوم الیته، اگه میدونید شما حتما تو کامنت ها بهم بگید، خیلی دوست دارم بدونم. خب بریم بخش گاناش. M4 طبیعت داره که خب ظاهری واقعا این قشنگ داره که قدرش قابلیت چیزای M4 رو گذاشته با اسکین این اسکین M4. کلاش لولی داره، این کلاش گردونم داره، اینم اون یکی کلاش گردونه. این کوه حالا این کوه کلاش برفی قلبی خفناشو داره دیگه مال این کوه و این گان لولی دیگه چی بهتر از این؟ همین یکی دراک بس اصلا. اسکار لول 7 داره، اسکار تیتان، دوباره اسکار تیتان، دوتا اسکار تیتان داره، بعد ولن هم داره. خب واقعا تا این هست دیگه، دو دمیج و یه دمیج و دو ریت و یه چی بهتر از این. گروزا لولی و گروزا این کام که داره، لولی تازگی ها گرفته. فاماس لولی و همه فاماس نقاشی هم داره، همه شون فول. این چه فاماس باحالیه، ندیدم این تا الان، اینو ندیده بودم حقیقتا، قشنگه. XM8 لولی داره، XM8 چیز باحالی هم نیومده، همین لولی هست و یه دونه مرغی. AN94 هم لولی، AN94 دیگه واقعا هیچی نیومده، فقط بهترینش هم گان لولیشه. پلاسمون که مال بویاپس. AUG رونالدو، AUG اینکو هستش واسه این AUG. پارافال اینو داره، واقعا قشنگه. کینگ فیشر، این کینگ فیشرشه، واقعا کینگ فیشر اصلا نیستش اسکین خوب واسش، بگم این تنها اسکین خوبشه. G36 مطمئنم این بهترینه، اینو مطمئنم. M14 فکر کنم فقط مال چالش چاوز بود فکر کنم، اگه اشتباه نکنم فقط واسه اونه هستش. لجنده. وودپکر لولی اصلا عالی. AC80 اینکو و AC80 گردونه که اومده بود اینام داره. فکرم خیلی این ویدیو طولانی بشه. اینم که مال بویاپسه. M60 این نمیدونم واقعا مال چیه. اینم که کلا همین یه اسکین واسهش اومده و هیچکی هم استفاده نمیکنه ازش. گارنا میدونه چیز چرتی آورده. UMP لولی، UMP گردونه، UMP بویاپس، UMP دوره، UMP ساکورا. چی میخوای UMP؟ واقعا UMP چی میخوای؟ دیگه همینو این بسته دیگه، این چی میخواید واقعا؟ این یه ریت و دو دمیج عالی. MP4 اصلا خودش ریت داره، اصلا خود ریته. فکر کن حالا گان اسکین اینو بندازی با قدرت های این مال اینکو اول. این قدیم اینکو اول بوده، جدیدن حالا اومده اینکو شده، فکر کنم اینکو سوم یا آخره نمیدونم دقیق، ولی اینکو اول بوده قبلا. بعد یک چیز نیم و جدی اگه اسکین این باشه بعد قدرت هم این چی بشه. VSS هم که هیچی. MP40 لول 7 MP40 گردونه فول، یعنی فیروزه‌ای قرمز همه رو داره، عالی. MP کوبراش اصلا نوشته مکس. P90 هم که تنها چیزیه که اومده. تامسون، این تامسون داره لولی نیستش ولی خوب این اسکین مال هایپر بود که واقعا خوب خفن هم هست. هم طرحش هم ریت داره هم نفوذ به چیز داره، نفوذ به وست. ویکتور اینکو مکتن گردونه تازگی اومده بود، مکتن چیزم دارم علاوه بر مکتن گردونه
مکدن اینکوان دارم. بیزون ساعتی حیف باشه. شاتگان M10 که اصلا فول. M10 دراگون، M10 اقرب، M10 اینکو 3 تاشو گرفته. اول اینکو نمیدونم کدوم اول اینکو ولی فکرم داره، نمیدونم، شما تو کامنت ها بگید. ولی خب واقعا این دوتا بهترینن دیگه. این به خصوص فشار اصلا راحت میتونی بدی دو ریتو. اسپاس هم که هیچ اصلا راحتش میکنی دولول. ببینید این بهترین دولول بازیه. ببین نه منظورم بجز لولی فاکتور بگیریم این واقعا بهترینه. خیلی خفنه. دولول کهکشانی هم داره، آبی و طلاییشو. ولی خب واقعا این قشنگه. فایناشاتو نداره متاسفانه. چارج بوستر فکر کنید واسه چارج بوستر 3 تا داره. تراگون 2 تا بویاپس داره، ما جفت بویاپس ها اینم بویاپس بوده. ای دبل پروانه رو داره، اینم داره. بعد دیگه اینم که مال بویاپس قبلی بود میداد. تایم ویدیو طولانی شده دیگه، ترم سریع اینا رو رد میکنم. هنوز 3 تا هم نشون ندادم واقعا. دیزرت اینم این یکی دیزرت هم هست. G18 گردونه، M18 گردونه. این چی؟ این چی؟ این ندیده بودم کی اومد؟ اینو حقیقتا اصلا ندیدم. خب معلومه مال همین چالش چیزم بوده. جدید اومده سیاسفیده واسه توندر. آره بهش میگفتم توندر. اینا چی؟ آره ستش اسمش توندر لورد بود. ندیدم اینو بیاد. مایتابه بهترین مایتابه است. و دینو اینا که هیچی. کاتانا مال هایپر بوکو داره، مال این کودیه رو داره، این مال مومیاییست داره، اینم هست مال ترپ. این کاتانا نصفه اینو خیلی دوست داشتم، نصفه است باحال واسم جالبه. بعد اینجا داست این چه باحاله. ولی خب این واقعا خیلی قشنگه، این باحاله. اینم دوکش اینم قشنگه و من اینو بیشتر ترجیح میدم، خیلی قشنگ تره. نایف اساسینز کریدو داره، همون چاقو خودم چاقومون همینه. اما اسکین ماش لولی داره. این یارو کهکشانیه رو داره، مال رمپیج فکر کنم، مال رمپیج داره، بویا هم داره که خب این قشنگه. این واقعا قشنگه، اینو خیلی دوست داشتم بیام. خب من واقعا نمیتونم. خب یخ 74 تا یخه، توضیح نمیدم فقط رد میکنیم چون 74 تاست بخوام توضیح بدم هیچی. اینم مال پرایم ویدیو بررسی پرایم، اگه ندیدید حتما برید ببینید، کامل واسهتون توضیح دادم، کامل یعنی هیچی جا ننداختم. اینم مال بویاپس بوده، نه این بویاپس نه، ولی اینو خیلی دوست داشتم بگیرم نشد. این هم که مال چیزه برزیلی، بندید، بویا، مکلارن، کوبرا. این یک کوچیکه دیگه، چیز خاصی نمیمونه اینجا. لکی تایم زیاد میشه، همینجوری تون رد میکنیم. حالا اگه یه وقت چیز مهمی دیدیم نه چیزی تغییر نکرد، خب اوکی، خدا رو شکر تموم شد بالاخره. اما بریم بحث 3 تا بندید نمونیو داره، مو برقی رو داره دیگه. مو بهتر از این چی میخواید؟ ماسک وایت آتیشی از همین اول داره نشون میده خودشو. ما چه ستی هم دانلود ندارم، خیلی ممنون. این مال این ستینگوه، فانتوم مشکی خیلی قشنگه، خیلی دوستش دارم. این مال چی بود؟
یادم نیستش. جوکر مشکی گردونه بود آخر، این آخری گردونه بود، تا قبلش اینکو بود. بی تو که نه کامل نداره، حیف بشه. ست شیطان یا پس به این ماسک چیز خاصی نمیخواد نشون بدم. مثلا واقعا ماسک خب خیلی چیزا هستش دیگه، کار را بنداز هست، مثلا همین این واقعا قشنگه، این ماسکه، مثلا همین کل شیطان چیز خاصی نمیخواد. به این صحاب مستقیم 3 تا تطوه مالا 98 داره، چیزای باحالی داره. مال الیت روح بود اگه نه مال این الیت بود که مال بویا من خیلی دوست دارم، باحاله. فانتوم مشکی این سته، این ست بندیت مشکی. فانتوم طلا میگفتم وا فانتوم طلا چجوریه؟ چرا اینجوریه؟ من نباید کامل باشه، مگه میشه فقط فانتوم بدن داشته باشی با مون؟ این عجیب بود واسه. اسکورپیون همه رو داره، خیلی قشنگ. ست آرورا اینم که نشون دادیم، اینا رو نشون دادیم رد میکنیم. بویاپس اینو داره، رنگ دومش هم این نداره، اینجا هم نداره، اینم هیچی، ارزش هم نداره واقعا واسهش جنب بزنی بگیریم. اینا هم که همه بویاپس هم بجز این چی بود؟ اینم بویاپس بود. یه تلفن واجب بود مجبور شدم جواب بدم، ببخشید. خب این مال بویاپس بود. اینم واقعا فوله، یکی فول ترین حساب هست، خیلی خفنه. اینم مال اینه، الیته. این الیتو خیلی دوست داشتم. اینم باز الیت. استاتون میخوره یهو میای کجا چی میشه. اینا همش الیته. الیت این الیت چیزه خیلی. اینم قشنگه، اینم واقعا قشنگه. اینکو موبقه، اینکو اول، اینم اینکو آخر بود، اینم اینکو دوم بود. اینکو اول نداره، اینکو اول قرمز است. اینم داره، خیلی قشنگه. این دانلود شد. آره این واقعا قشنگه. خدای الیت قدیمی ها چه حس و پلی بهتری باش. این آفر بود اومده بود. این الیت، این دیگه جزو الیت های آخر بود. اینم همینطور، اینم جزو الیت آخری ها بود. ادکوسه اینم الیت آخری ها بود. اینم همینطور، اینم که الیت آخری بود اصلا رایگان داد. اینم الیت دانلود نداریم. این اینکوه نمیدونم اینکو چند. بعد اینم اینکوه باز دیگه. الیت یه چیز قشنگ رو نشونتون میدم. مثلا این چی بوده نمیدونم ولی چه قشنگه. هیپ هاپ 2 یکی از واقعا قشنگ ترین هاست، قشنگ ترین الیت ها. جوکرها فول گردونه دیگه، کامل داره جوکرها دیگه. بریم پایین تر دیگه، فکر نکنم چیز خاصی باشه. وایت دیگه شما شاهزاده، اینکو دوباره جوکر، این یکی ست شاهزاده سفیده صورتیش هم داشت. بعد دیگه اینجا هیچی نیستش. شلوارا ببین، شلوارا خیلی خفنه. برزیلی زرد، وایت آتیشی، وایت زرد، برزیلی قرمز، هری، برزیلی آبی. واقعا شلوار به همین اینا اصلی هست دیگه که داره واقعا. که من خودم واقعا بخوام یه ست بزنم، این ست خیلی دوست دارم بزنم. یعنی اکان چیز بود من همیشه این ست میذارم.
موبرقی و تتو برداریم، اینو بذاریم قرمز، مثلا کفش یوتیوبری، چی شد؟ این ستیه که من دوست دارم. 110 111 دیگه همه رو حالا ببینید. تبدیل شونده هاشم الان میریم چیز نشونتون بدم. بگاش عالیه دیگه، چی میخوای؟ همین اینا بس، اینا خیلی دوست دارم. این چتره است، این لوت باکس مهم نیست. اینجا اینه قشنگه واقعا. اسکی ماشین مکلارن اصلا عالی، خیلی قشنگه. موتور کوبرا، این چیه؟ فکرم مال 7 سالگی بوده دیگه. اینا هیچی، اینجا هیچی. پروفایل هم که همه چی فکرم داشته باشه، چیز خفنم. اینو داره. ناروتو هم 2 تاشو داره. یه مسیداش بودم متاسفانه نمیتونم، حالا حساب خودم بود یه کاری میکردم. پروفایل هم قشنگ باره دیگه، چیز الان الکی وقت گرفته میشم. اینجا هم ناروتو رو دارم رو دیگه. اینجا چقدر بنر نصفه، چه فیشارایی خورده بنده خدا. وای 4 تا بنر بی تو که 8 سنگ حیف باشه. 96 تا 4 تا دیگه بگیرم میتونه راحت یه دونه چیز کنه بگیرم. اوه 57 19 2 تا 7 تا 9300 به. خب این بود بررسی. میدونم ویدیو واقعا طولانی شد، خیلی ممنون تا اینجای ویدیو همراهم بودید. حتما هم یه سر به کانال نیکو بزنید، واقعا دستش درد نکنه که این حساب به من قرض داد، دمش گرم، انشالله واسش جبران کنم. و اینکه حتما هم کانال خودم رو ساب کنید، واقعا به حمایت نیاز دارم، خیلی نیاز دارم. دستتون درد نکنه. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.